شما یه تیم فوتبال 4 نفره قرار تشکیل بدین، یه دروازه‌بان، یه دفاع، یه هافبک، یه مهاجم. دروازه‌بان کامران قاسمپور، دفاع خودم، هافبکم محمد نخودی، مهاجمم امیر محمد یزدانی. دروازه‌بان کامران قاسمپور، دفاع رحمان دیدم، نمی‌ذاره کی رد شه، توپ رد شه، آدم نمی‌ذاره رد شه، خوشم میشه. هافبک یونس اینجا، یونس می‌ذارم هافبک. هیچ کار کنم برام. یونس هافبک تیم من خودی شد. من نوکاملم اونا وایسم دروازه‌ای من پاس اینجوری بزنم. جوری؟ خب زیاد نمی‌کنم. من نوکاملم. دروازه‌بانو می‌ذارم رحمان. دفاع ما امیرحسین هزار می‌ذارم. هافبک هم می‌ذارم خودم استارتای خوبی می‌زنم. میلاد بالیزاده رو می‌ذارم حمله. دروازه‌بان امیرحسین هزاره، دفاع امیرحسین دوستور، هافبک خودم، مهاجم محمد نخودی، سرمربی امیر محمد یزدانی. من که دروازه‌بان نظرم شما دروازه‌بان کاملا دفاعمون به نظر من رحمان باشه خیلی عالی چون جنگیه تا ثانیه آخر نمیذاره توپ رد بشه آدم رد نمیشه. هافبک ما محمد نخودی چون یکی از خوشفکرترین درسته نظر من بعد مهاجممونم یا امیر محمد یزدانی رو می‌ذاریم. از خوشگیرا یا از کادر میشه گفت؟ از کادر میشه گفت. یعنی کادر مد نظرتون رو بهتر مهدی تقوی هم بازیگردان خوبیه. نمیشه من 11 تا بگم. دروازه‌بان دکتر قاسمیان میذارم. دفاع چپ و راست برادر مومنی رو میذارم مثل برادر تاچیبانا. یه دفاع امیرحسین زاره رو میذارم، یکی دیگه هم فرید هدایتی رو میذارم کنارش. هافبک دفاعیمو یونس امامی رو میذارم، هافبک هجومیامو یکی محمد نخودی میذارم، یکی دیگه احسان امینی. نوکاملام مهدی تقوی میذارم، چپ و حسن یزدانی میذارم، راستم خودم بازی. حل پس بچه‌ها رو عنوان سرمربی گذاشته بودن که بچه‌ها گفتن که تیم نه من مثل وحید شمسایی ام مربی بازی کنم. دروازه‌بان امیرحسین زاره، دفاع امیرعلی آذرپیرا، هافبک کامران قاسمپور، مهاجمم محمد نخودی.